نظر من که میتونه لذت بخش ترین قسمت زندگی همین باشه. تو این هوا به زیر بارون قدم بزنی و لذت ببری از وجودت. فکر کنم برای هممون این مسئله پیش اومده باشه که دوست داریم یه سری از عادت‌ها رو در خودمون شکل بدیم، ولی این قدرت اراده همچین همکاری نمی‌کنه. برای من که چند سالی طول کشید تا بتونم این عادت صبح بیدار شدن رو در خودم شکل بدم. همیشه میدیدم که مثلا مامانم صبح زود بیدار میشه، همیشه پیش خودم میگفتم که چه خوبه، ولی گوشیمو رو زن که میذاشتم موقع بیدار شدن برای خودم میرسید این تنبلیه دورم احاطه میکرد، نمیذاشت از رخت خواب بیرون بیام. هرچند الانم احساس میکنم این اهریمن تنبلی پس زمینه ذهنم نشسته تا دوباره منو به رخت خواب برگردونه. خیلی از ماها دوست داریم که سری از عادت‌ها رو در خودمون نهادینه کنیم. خیلی هم حسرتشو می‌خوریم. مثلا بارها دیدم حالا تو رفت آمدا تو ارتباطات طرف هرچی با صبح شد میگه انقدر دوست دارم برم باشگاه، انقدر دوست دارم که مثلا فلان کارو بکنم. خب دوستش داری یه من انفاق کن. من انفاق کردم به خدا جز شیرینی و لذت بردن از زندگی چیزی بهم نداده. بالاخره ته دلت یه حسی داری که این کار درست هست یا نه. نظرم انجامش بده. برای من که خیلی لذت بخش بوده. مطمئنم برای تو هم میتونه باشه.